در حالی که دریاچه ارومیه روزگاری نگین آبی خاورمیانه بود، امروز در سال 2025 در آستانه مرگ کامل قرار گرفته، نه به دلیل طبیعت خشن بلکه به دلیل سوء مدیریت مزمن، بی‌برنامگی نهادهای مسئول و هزینه کرده میلیاردها تومان بودجه بدون نظارت و بدون دستاورد مؤثر. با هم گزارشی رو خواهیم دید و گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای رسول گلبان، روزنامه‌نگار در همین زمینه. دریاچه ارومیه که روزگاری بزرگترین دریاچه نمکی خاورمیانه بود، در سال 1404 در آستانه نابودی کامل قرار گرفته است. سطح آب به 1279 متر و حجم آن به 1.14 میلیارد متر مکعب کاهش یافته، رقمی که نشان از سقوط زیست محیطی دارد. این بحران برخلاف ادعای رسمی نه ناشی از طبیعت خشن یا خشکسالی سرب، بلکه محصول سالها سوء مدیریت، سیاست‌های ناکارآمد، فساد ساختاری و تخصیص منابع به پروژه‌های اشتباه و غیر شفاف است. در بیش از یک دهه فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه میلیاردها تومان هزینه شده، اما کمتر از 25% پروژه‌ها اثربخش بودند. نهادهای مختلف از جمله وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در مهار برداشت‌های بی‌رویه و اصلاح الگوی مصرف آب موفقیتی نداشتند. سازمان محیط زیست نیز نقش میدانی مؤثری ایفا نکرده و بیشتر به صدور بیانیه و تبلیغات رسانه‌ای بسنده کرده است. اما یکی از عوامل کمتر مورد اشاره در فضای رسمی، نقش پررنگ سپاه پاسداران در پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی مرتبط با احیای دریاچه است. شرکت‌های وابسته به سپاه مانند قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه‌های همچون انتقال آب، احداث سدها و طرح‌های بظاهر احیاگر حضور پررنگی داشتند. پروژه‌هایی که بسیاری از آنها یا ناتمام مانده‌اند یا حتی خود به تشدید بحران کمک کرده‌اند. در برخی موارد اجرای این طرح‌ها بدون ارزیابی زیست محیطی و بدون نظارت مستقل انجام شده و بودجه‌های کلانی بدون شفافیت هزینه شده است. طبق گزارش‌های دیوان محاسبات، هیچ گونه نظارت دقیق و مستقل بر هزینه‌کرد این پروژه‌ها وجود نداشته و بسیاری از قراردادها با نهادهای شبه نظامی خارج از چارچوب رقابتی بسته شدند. حضور پرنفوذ سپاه در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای، اجرای طرح‌های انتقال آب بدون مشورت با کارشناسان مستقل و اولویت دادن به منافع امنیتی و عمرانی بر منافع اکولوژیکی، به ویژه در منطقه‌ای همچون شرق کردستان در استان ارومیه، نقش تعیین کننده‌ای در وضعیت فعلی ایفا کردند. در کنار این مسائل، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فاجعه دریاچه روز به روز شدیدتر می شود. فقر، بیکاری، شوری خاک، مهاجرت و افزایش بیماری‌های ناشی از طوفان‌های نمکی فشار مضاعفی بر مردم منطقه وارد کرده است. در شهرهای چون ارومیه و تبریز، مراکز درمانی با رشد موارد بیماری‌های تنفسی و قلبی مواجه‌اند. دریاچه ارومیه اکنون فقط یک بحران زیست محیطی نیست، نماد فروپاشی اعتماد عمومی، شکست ساختارهای حکمرانی و بی‌عدالتی بین نسلی است. تا زمانی که ساختار تصمیمگیری از انحصار نهادهای غیر پاسخگو خارج نشود، شفافیت مالی برقرار نگردد و مشارکت علمی، مردمی و بین المللی تقویت نشود، نه فقط این دریاچه بلکه دیگر زیست بوم‌های منطقه نیز در مسیر نابودی خواهند بود. بله بینندگان، در همین زمینه ارتباط گرفتیم با جناب آقای رسول گلبان، روزنامه‌نگار. جناب آقای گلبان، ضمن خیر مقدم، با توجه به سوابقی که شما دارین و در ارومیه هم روزنامه‌نگار بودین، امروز سازمان محیط زیست اعلام کرد که هیچ آماری در مورد دریاچه ارومیه اعلام نخواهد کرد، با توجه به اینکه تقریبا میشه گفت که مرگ دریاچه ارومیه به زودی اعلام خواهد شد، یعنی به صورت رسمی اعلام خواهند کرد. آیا شما یا همکارانتون در رسانه ها که
حضور داشتیم. به اسنادی درباره فساد مالی یا انحراف بودجه‌های اقتصادی اختصاص یافته برای احیای دریاچه ارومیه دست پیدا کرده بودین یا اینکه اصلا اطلاعاتی در این مورد به دست شما رسیده بود؟ سلام و عرض ادب دارم جناب آقای مرادی و سلام دارم به همه بینندگان محترم آریان تیوی. ببینید شما در بیاناتتون گفتین که دریاچه در آستانه مرگ، نه، دریاچه ارومیه مرده. دریاچه ارومیه با یک تنفس مصنوعی زنده است. دریاچه‌ای هست که مرده، سالها بود که بیمار بود و اون اخطارهایی که از طرف خصوصا پروفسور کردوانی 40 سال پیش این هشدار رو دادن که دریاچه ارومیه در حال مرگ و دیگر احیا نخواهد شد. اما در خصوص سوال شما، بله، این صحبت ها سال هاست که در رسانه های محلی، در گعده های رسانه های محلی، نه بر خروجی خود رسانه ها بوده و هست و متاسفانه به دلیل اون جو امنیتی که حاکم بوده بر فضای رسانه‌ای و فضای اجتماعی در خصوصا استان ارومیه و شهر ارومیه، انتشار چنین اسنادی ممکن نبوده. حالا چه بگیم، یکی از دلایل شاید متولی بودن سپاه در همین پروژه هایی که در گزارشتون اشاره کردین و دلیل دیگر حضور استانداران و نمایندگان مجلس در ستاد احیای دریاچه ارومیه که گفته میشه میلیاردها ریال یا میلیونها دلار بودجه از نهادهای داخلی و خارجی اخذ کردن و مشخص نیست این بودجه ها کجا مصرف شده و گزارشی داده نشده به رسانه ها و به مردم و هیچ شفاف سازی صورت نگرفته و خب این طبیعی هست که محیط زیست اعلام کنه که هیچ اسنادی ارائه نمیشه. بله، اتفاقا در همین زمینه نماینده های مجلس در همین دوره هم درخواست کرده بودند که این بودجه های اختصاص یافته چه در سطح بین الملل چه در داخل چه دستاوردی داشته که بی فاکتور به قولی هستند، یا این هزینه هایی که اتفاق افتاده که هیچ دستاوردی هم برای دریاچه نداشته. ولی آیه گلبان، به باور شما با توجه به تبعات اجتماعی خشک شدن یا به قولی این مرگ دردناک دریاچه ارومیه، از بیکاری گرفته، از نابودسازی اراضی کشاورزی گرفته تا مسائل افزایش بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های پوستی و حتی مسئله سقط جنین و دیگر مسائلی که به همراه داره، آیا نهادهای محلی برنامه یا پاسخ مشخصی برای این بحران‌ها داشتن تا به امروز؟ ببینید، تا به امروز هیچ اعلام نشده که برنامه‌ای برای این بحران‌ها خواهد بود و تمام سعی و تلاش مقام‌های محلی و مقام‌های دولتی چه در استان و چه در سطح کشور این بوده که این دریاچه احیا خواهد شد. اما متاسفانه با این صحبت‌ها و با این بی‌برنامگی‌ها دارن هم به مردم، هم به بیت المال و هم یعنی در واقع میتونم بگم خیانت آشکار در حال رخ دادن هست. ببینید، دریاچه ارومیه اگر یکی از عللش چاه‌هایی باشه که در اطراف دریاچه زده شده، متاسفانه الان دریاچه ارومیه خودش به یک چاه عمیقی تبدیل شده که از بی‌تدبیری، بی‌مبالاتی و بی‌برنامگی دولت و مسئولین محلی پر شده و خالی کردن این چاه عمیق عملاً دیگه غیر ممکن هست. حالا بحث اهمیت دریاچه و بحث این پیامدهایی که از لحاظ ژئوپلیتیکی حتی میتونه به درگیری‌های داخلی، یعنی درگیری‌های اتنیکی هم منجر بشه، ولی ظاهراً مسئولین و متولیان بیشتر دوست دارن با ادامه روند و به بهانه احیا
جیب‌های مبارک، دست در جیب دریاچه بکنن و جیب‌های مبارک خودشون رو پر کنن و سلامتی و اقتصاد مردم، معیشت مردم و اون آسیب‌هایی که در آینده، در دهه‌های آینده مردم منطقه متوجه مردم منطقه خواهد بود براشون اهمیت نداره. ببینید آقای مرادی، فردا روزی اگر آسیبی از دریاچه، یعنی از به خاطر این رخدادها متوجه مردم و منطقه بشه، دیگه دریاچه نمیگه این کرد، این ترک، این فارسه. محدوده‌ای تقریبا بیشتر از 52,000 کیلومتری دچار آسیب و اون مواردی که شما اشاره کردین، چه فقر باشه، چه بیکاری باشه، مهاجرت‌های اجباری و خیلی مسائل دیگه، اینها در سطح منطقه و موارد دیگری که آسیب خواهد بود خود برای خود حکومت و دولت و ورود حکومت‌ها و دولت‌های اطراف مثل ترکیه و عراق، برای اینکه این آسیب به کشورهای اونا سرایت نکنه و خودشون رو بتونن از خودشون و محیط زیست خودشون و مردم خودشون محافظت کنن. بله، سپاسگزارم جناب آقای رسول گله‌بان، روزنامه‌نگار که همراه ما بودین. بله بینندگان گرامی، سپاس از همراهی شما که تا پایان این بخش از برنامه نگاه سوم ما را همراهی نمودید. تا دیداری دیگر همه شما را به صلح و امنیت و آزادی می سپارم.